دوست عزیزم سلام. در فصل 4 کتاب از دولت حشم، کاترین پاندر درباره قدرت سپاسگزاری صحبت میکنه و توضیح میده که قدردانی فقط واکنشی به اتفاقهای خوب نیست، بلکه نگرشی است که میتونه نگاه ما به زندگی رو تغییر بده. کاترین پاندر میگه بسیاری از افراد منتظر میمونن تا همه چیز کامل بشه و بعد احساس شادی یا قدردانی کنن. اما اگه یاد بگیریم برای داشته ها و فرصت های امروز سپاسگزار باشین، ذهنمون بیشتر متوجه جنبه های مثبت زندگی میشه. کاترین پاندر تاکید میکنه که سپاسگزاری به این معنا نیست که مشکلات رو نادیده بگیریم، بلکه به ما کمک میکنه در کنار چالش ها و خوبی ها و فرصت هایی که هنوز وجود دارند را ببینیم. یکی از پیام های مهم این فصل اینه که هر فکری که با قدردانی همراه بشه میتونه نگرش ما رو تغییر بده. وقتی با ذهنی آرومتر و امیدوارتر به زندگی نگاه میکنین، احتمال بیشتری داره که تصمیم‌های سازنده بگیرین و از فرصت‌های پیش رو بهتر استفاده کنین. کاترین پاندر پیشنهاد میکنه هر روز زمانی رو به یادآوری نعمت‌ها و موفقیت‌های کوچیک اختصاص بدین، حتی اتفاقهای ساده مثل سلامتی، خانواده، دوستی یا فرصتی برای یادگیری میتونن دلیلی برای سپاسگزاری باشن. این تمرین کم کم ذهن رو از تمرکز دائمی بر کمبود و دور میکنه و توجه رو به چیزایی جذب میکنه که ارزش قدردانی دارن. پیام دیگر این فصل اینه که قدردانی احساس امید را در دل انسان زنده نگه می‌داره. وقتی از داشته های امروز آگاه باشین، با انگیزه بیشتری برای ساختن فردایی بهتر تلاش می‌کنین. در پایان کاترین پاندر یادآوری می‌کنه که سپاسگزاری یک عادت روزانه هست و هر بار که آگاهانه از نعمتی قدردانی می‌کنین، گامی به سوی آرامش، رضایت و رشد برمی‌داریم. حالا این جمله را در طول روز چند بار تکرار کن. امروز با قلبی سرشار از سپاس، زیبایی‌ها و فرصت‌های زندگی را می‌بینم و با امید به سوی آینده قدم برمی‌دارم. اگه از این خلاصه خوشت اومده، ویدیو رو لایک کن و با دوستات به اشتراک بذار. تا فصل بعدی با عشق، سپاسگزاری و فراوانی زندگی کن.